آقا چطوری به 100 سابسکرایب اول برسیم؟ ویدیو رو تا آخر تماشا کن. دوستان عزیز من نگاه کن، برای گرفتن 100 سابسکرایب اول شما با 3 تا المان داشته باشی. یک تامنیل خوب بزن، سئو خوب داشته باش، یک هوک خوب داشته باش. اینا همتون فکر کنم بدونید، درسته؟ اول از همه شما دارید تولید محتوا میکنید، ثبات خیلی مهم، مخصوصا تو یوتیوب. کسایی که میان پشت هم هی محتوای مختلف میذارن، میان یک سر هر روز دارن سر یه تایمی، یه ساعتی در روزی، هر چیزی. نمونه بارزش پوریا پوتک چجوری اومد بالا دوستان؟ آرا بگیم یه پیشینه از رپ فارسی داشت و مثلا کار کرد و اینطوری اومد بالا. نه دوستان عزیز، هر کسی اونجوری بیاد تولید محتوا بکنه، هر روز یه محتوایی داشته باشه، راحت میاد بالا. حالا ما میگیم این آقا یه زمینی از قبل داشته، تو هم میتونی، تو هم بساز، چرا نکنی این کارو؟ من خودم دارم میکنم. پیجام اینجا شاید براتون بذارم، ولی نمیدونم این کجا میذارم. تولید محتوا کن، بذار هر روز ویدیو تو بذار. میدونم تو نمیتونی بیای جلو دوربین، بعضا روت نمیشه، از فلانه. الان هم حوزه‌ای که بچه‌ها داره میتر کنه، حوزه هوش مصنوعی، ویدیو برای کودکان، موزیک، اینا. ویدیوی کودکان یعنی روش موزیک بذاری، مثلا یکم ادیت بذاری، همون گربه‌ای که ترند شد همتون دیدین دیگه. چیز خاصی نداره واقعا. من الان اومدم جلو دوربین دارم اینا رو بهتون میگم، خودم جلو دوربین نمیام. الان دارم میام داداش گل من، یکی به تو کمک کنم که شاید جای خود من نشستی اون برداری این ویدیو رو نگاه میکنی، مطمئنم به دردت میخوره. تو که خودم 2 فردای دیگه نشستم بگم آقا دمت کرد، حداقل تلاش خودتو کردی، به 2-3 نفر مثل خود شاید تونستی کمک کنی. حالا بریم سراغ نکات. دوستان عزیز یه چیزی بهتون میگم، شاید هر کسی بهتون نگه، یه نکته خیلی مهم، هم تو زندگی هم تو یوتیوب و اینستاگرام همه جا به دردت میخوره. کاری که داری شروع میکنی هیچ جا نکن. تولید محتوا داری میکنی، ویدیو داری درست میکنی، تیکه تیکه برای خودت برو جلو. لازم نیست برگردی بین اون بگی من این پیج دارم و بیاین منو فالو کنین، حمایت کنین، یا حالا یه جایی رسیدی کمپوزر کنی، این چرت و بذار کنار. دوست عزیز من، چرا دارم اینو بهت میگم؟ خود من چندین بار پیج زدم، میگم 7 سال دارم تولید محتوا میکنم، چندین بار پیج زدم، اومدم بین اون گفتم فلان، اومد سابسکرایب کردم، دمشونم گرم، دستشونم در نکن. نگاه نمیکنن ویدیوی تو رو، نگاه نمیکنه، یارو تو رو میشناسه دیگه، نگاه نمیکنه، دنبالت نمیکنه. ببین سعی کن پیجی که میزنی و به کسی نگی، حتی به خانواده خودت. بیا دونه دونه این محتوا رو منتشر کن، مخاطب خودتو پیدا کن. اینا که ویدیوتو نگاه نمیکنن، سابسکرایب الکی تو رو دارن، یوتیوب سیگنال بد میگیره، میگه آقا این سابش داره دیگه، چرا ویدیوهاشو نگاه نمیکنه؟ پس منم اینو بازداشت نمیکنم، به درد نمیخوره. به خاطر همین دارم میگم اول خودت بیا محتوای خودتو تولید بکن، پخش بکن، به یه حدی رسیدی اگر خودشون تو اکسپلور تو رو دیدن بذار دنبال بکنن. اصلا نیازی نداری به کسی بگی که آقا من این پیجو دارم فلانو دارم بیارم بالا. بعد این نکته‌ای که گفتم مناسب تویی که جلو دوربین نمیای داداش گل من، تو ویدیو تو بذار، کی تو رو میشناسه؟ الان یه کسی تو رو نمیشناسه، آقا تو ویدیو تو بذار، معروف شدی هیچکی نمیاد این ویدیو اول کانال منه دیگه، هیچکی نمیاد این ویدیو اول کانال من نگاه کنه بگه این بود، اینجوری بود، اصلا اینجوری بودم، چیه مگه؟ بابا 2 فردای دیگه خدا نکرده هممون رفتیم این زیر، هیچکی براش مهمه تو فردای دیگه تو کی بودی؟ الان تولید محتوا نمی‌کنی؟ بابا قصه این چیزا رو نخور، قصه این چیزا، اینا همه زاید ذهن توئه. داداش گل من تولید محتوا کن، هر روز یه ویدیو حداقلش آپلود بکن، هر حوزه‌ای که داری کار میکنی. من خودم شخصا بچا کسایی که زیر این پست کامنت میذارن، هر چی میذارن، میام تمام نکاتی که بتونم در حال حاضر در پیج ایشون کمک بکنم، میام بهش توضیح میدم، میگم این کارو بکنی، این کارو بکنی، بهتر کمکت میکنه. حالا یا خیلی جواب میده یا حداقلش میدم یه کمک ریزی میتونم در حق ایشون بکنم. خب 3 تا نکته که خودم فهمیدم، هیچ کس هم به من نگفته. دوستان عزیز ویدیوی خودتو تا ته ببین، ویدیوی خودتو تا ته ببین. چرا میگم؟ تو ویدیوهای خودتو چه تو اکسپلور داره میاد، چه از پیج خودت داری میبینی تا آخر میبینی، همونم یه سیگنال قویه برای یوتیوب، همون یه سیگنال قویه. وقتی یوتیوب میاد اونو میبینه میگه آقا این تا آخر ویدیو رو دیده، نگاه نمیکنه این تو بودی. ویدیوی خودت تا آخر ببین دیگه، مثلا الان داری رد میکنی، اسکرول میکنی، ویدیوی بعدی ویدیوی خودته، ویدیوی بعدی ویدیو خودت بود، رفتی اون ویدیو رو باز کردی، آقا وایسا تا آخر ببین. وسط اون یهو بیای بیرون از یوتیوب ویدیو رو ببندی، امکان داره یه سیگنال منفی بده. کلا یوتیوب چجوریه؟ وقتی ویدیو رو دارید میبینید از این کانال هر کسی، شما میایید بیرون، یه سیگنال منفی میگیره، میگه آقا
وسط ویدیو فلانی بودی زدی اومدی بیرون، پس این ویدیو به درد نمیخورد، داره مخاطبای منو میکشه بیرون از کانالم. این سیگنال چیه؟ سیگنال منفی یوتیوبه. این شد یه نکته. نکته دوم، دوستان ویدیوهای خودتون رو لایک و کامنت و اینا نذارید برای سیو و هر جایی که دارید میذارید پست تولید محتوا میکنید، اصلا نید این کارو نکنید. کاملا سیگنال منفی. مخصوصا من الان تو تیک تاک دارم فعالیت میکنم، تو اینستاگرام فعالیت میکنم، تو یوتیوب فعالیت میکنم، تو این جاهای مختلفی که فعالیت کردم یک بار نیومدم پستای خودمو سیو و لایک بکنم. دیدم آقا من میام پستای خودمو سیو میکنم لایک میکنم بازخوردش کمه، سیو میکنم لایک میکنم بازخوردش بیشتره. او نکنه منو ربات اینا تشخیص بده بگه فلان، این الگوریتم چرتیه من نمیدونم واقعیتش، ولی این کارو انجام ندید، جواب میگیرید، مطمئنم جواب میگیرید. و نکته آخر که گفتم خیلی مهمه دوستان عزیز، نکته آخر رو این رعایت کنی من بهت قول میدم یه پیج موفق خواهی داشت. ببین هر روز محتوا بذار، یا حالا هر روز نذاشتی هر چند وقت یه بار یه محتوایی بذار اصلا ویو کم بخوره. هر 1000 تا ویو 10 تا چقدر میکنه؟ 10,000 تا. خب تو الان فکر کن 100 تا ویدیو ساختی، میکنه چقدر؟ 100,000 تا. دوست من عزیز دل من، اینا 100,000 نفر کم نیستا. من الان ویوهایی که دارم هر روز اضافه میکنم پیج خودم همینجوری دارم میگیرم دیگه. آقا من اینا رو تا اینجا بهتون گفتم، این فعلا نکات خیلی ریزیه برای کسایی که میخواد کانال داره یا کانال میخواد بزنه، تا یه حدی که یه سری چیزایی که نخورده به ذهنش، قفل ذهنیش باز شه. بازم حالا تولید محتوا ادامهش رو بهتون توضیح میدم، ویدیو بازم داریم. سابسکرایب و لایک کنید که براتون ویدیوی واقعی جدی بیشتری بذارم. من واقعا دارم باهاتون خیلی روک و راست رفتار میکنم. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم.